هذا النور شفاء صدور. به نام خداوند بخشاینده و مهربان نهایت بارحم. اما بعد، آیا درباره حیوان‌ها معلومات دارید؟ سلام عزیزان دل. امروز برایتان یک موضوع از عالم حیوان‌ها پیشکش می‌گردانم. این موضوع را از نظر علم قرآن برایتان بیان می‌سازم. خداوند در قرآن در سوره نحل آیت 5، 6، 7 و 8 می‌فرماید: خداوند چهارپایان را آفرید که در آنها برای شما لباسی گرم و بسیار فایده های خوبی هست و آنها را نیز می‌خورید. در حیوان‌ها زیبایی هست و شما بعد از شام به خانه برمیگردید و حیوان‌ها بارهای وزین شما را به دیگر شهرها می‌کشانند. و همچنین آفریده است برای شما اسب و خر را تا اینکه شما سوار شوید و برای زیبایی آفریده است. آن چیزی را که شما نمی‌دانید، یعنی پروردگار برای زندگانی انسانیت چهارپایان را آفریده است، به مثل اسب، خر، گاو، گوسفند و غیره ها. آیا می‌دانید که خداوند اسب را برای چی آفریده است؟ توجه کنید. خداوند اسب را برای آن آفریده است که تا که ما در بالای او سوار شویم و بالهای خود را از یک شهر دیگر به شهر دیگر کشانیم. همچنین اسب را برای زیبایی نیز آفریده است. اسب برای ما چندین فایده ها دارد. یکم، ما بالای او سوار می شویم. دوم، ما از پوست او و از گوشت او استفاده می بریم. سوم، اسب یک زیبایی زینت است در خاندان ما. چهارم، ما از پوست آنها برای خود لباس تیار می کنیم و در زندگی خیش استفاده می بریم. همچنین خداوند در آیت بالا بیان ساخته است که ما برای شما خر را نیز آفریدیم که به واسطه آن ما بارهای خود را می‌کشانیم و بالای او نیز سوار می‌کنیم. آیا سبب اساسی آفریدن این حیوان‌ها را می‌دانید؟ البته نه، نمی‌دانیم. زیرا خداوند در قرآن حکمت‌های زیادی را پنهان کرده است که ما انسان‌های همه آن را دانستن نمی‌توانیم. حتی خداوند در قرآن سوره‌های مخصوص با نام بعضی از حیوانات و حشرات‌ها نازل کرده است، و مثل سوره بقره یعنی گاو، سوره عنکبوت یعنی تارتنک، سوره نحل یعنی زنبور و غیره ها. آیا می‌دانید که خداوند انسان را برای محافظتش چی داده است؟ الله تبارک و تعالی انسان را برای محافظتش عقل و زبان داده است. یعنی اگر ما عقل را کار فرمانیم و با زبان خود سخن خوب گوییم، پس هیچ کس به ما ضرر رسانیده نمی‌تواند. این است یکی از فلسفه های حیاتی حیوان ها و انسانیت. خدا نگهبان همه ما و شما باشد. باقی خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله.